یکی از سوالاتی که شما عزیزان توی این مدت توی کامنت ها پرسیدید این هستش که چه مکمل هایی رو میتونید استفاده بکنید تا بهتون کمک کنه که علائم یائسگی کاهش پیدا بکنه. با توجه به تبلیغات زیادی که توی فضای مجازی هستش، توی این ویدیو میخوام یه بررسی علمی و دقیق راجع به یه سری از مکمل ها داشته باشم. دسته اول مکمل هایی که پایه و اساسی هستند. مثل چی؟ مثل ویتامین D3 که برای ساخت هورمون ها، عملکرد تخمدان و استخوان ها لازم و ضروری هست که کمبودش میتونه باعث افسردگی، افزایش چربی شکمی و گرگرفتگی بشه. دومیش منیزیم، آرام کننده سیستم عصبی و کمک کننده به خواب راحت و کاهش استرس. بعدی ویتامین های گروه B که برای متابولیسم هورمون ها و عملکرد کبد لازم هستند. دسته دوم مکمل های پشتیبان هورمون ها مثل کلاژن و ویتامین C برای پوست، مو و مفاصل. کلسیم و کادو برای پیشگیری از پوکی استخوان. امگا 3 ضد التهاب و تنظیم کننده کورتیزول. دسته سوم مکمل های اختصاصی یائسگی که حاوی فیتواستروژن های طبیعی هستند مثل سویا یا شبدر قرمز و یا مکمل هایی مثل مونوپیز، ژنستروژی و یا استرورست که اینها حتما باید با نظر پزشک و یا مشاور تغذیه استفاده بشن، به خاطر اینکه هر بدن یک واکنش مخصوص به خودش رو داره و ما nemiتونیم یک نسخه رو برای همه در نظر بگیریم. و دسته چهارم مکمل هایی هستند که با آزمایش و تشخیص پزشک قابل استفاده هستند. پس به جای اینکه دنبال معجزه بگردید، بهتره با پایه ها شروع کنید و یادتون باشه که بدن ما کاملا هوشمنده، فقط باید ابزار درست رو در اختیارش قرار بدیم.